های گناه شدت می‌ورزم و فکر نکنید یه کس روزی میشد که بیاد که ما 14 تا 16 ساعت برق میگیرم می‌خونید محترم رئیس دو روز اوفن خیلی تامین کرده استیم از دینا نوان مرغوب کرده با محترم که به شروع رفتیم و استانس برقی بازفتیم و نیروی آبی برقی اونجا تمایل کم شدن آب است و بعد اونجا چند تکلیف کردن یک تکلیف هم که ما باید فوراً در نوان مرغوب دیزل ها رو شنونه اینجا اگر چنین امکانات باشه ما که دیزل داریم 150 کیلووات در شهر التماس میکنیم که با مرغوب بریم یا یکون چوره دیگر است یک تکلیف نه که ما آب رنکول بیاریم بعد این نیرو رو اینم میگه یک واریانت است واریانت سیم با خیلی ساختمان نیروی برقی آفتابی از اون کیلووات سالانه در مرکز نوعی است که درباره نوعی مرغوب عموما نوعی ولایت نقل شهر خودم امروز در روزی وقت میگه که تو 3 روز باید برق نداریم در خود پوشنه 3 روز باید برق نداشت مردم اقلا میگه ما با 2 تا 3 ساعت باید برق که ما تلفن های موبایل خود را در ذریعه دانیم باید برق تامین کنیم ضرور باشد مایل شهر ممکن شبانه کشه در 2 3 ساعت مرکز کشتاخت شد دی نمودیم محترم جنرال خطیب از مرغوب خیلی خوب بود که جماعت دیوات نوبات باید برق داشت که همه کوچه های فروزان بودن ممکن قوای برق کوچه رو خط کنیم شما آنچه متوسط و تکلیف کنید که شکلی شکل بامین کجا مثل شاهمت بازی کردن نکول است کجا خط کنیم در کجا قوت جمع کنیم کدام ساعت پیکش کجاست در کجا دیزل مونیم همین یک تعلیل درست کنید ما با تکلیف کنید با مردم با آوری کار میکنیم مردم بسیار مردم یا تا گوش نگرگی بسیار مردم با توقعات بسیار مردم با ایصاف با روایت شهر نوعیان هنوز در تماس هستیم چیزی که امروز دست کسی بیاد دستگیری میکنیم لیکن شما نظر نقطه تکنیکی از این طور اداره کنید مرغوب چیکار کنیم میتونه یا در دیزل برای سوشبار تعمیر کردن میتونه